بریم با هم یه همچین برگر خوشمزه و آبداری رو درست کنیم. 300 گرم گوشت چرخ کرده، یه دونه پیاز رنده شده رو به گوشتمون اضافه میکنیم. نمک، فلفل سیاه و یک قاشق غذاخوری پودر سیر. خوب ورز میدیم و به مدت 1 ساعت میذاریم که داخل یخچال استراحت کنه. یه قاشق ماست، سس مایونز، سس کچاپ و مقداری سس خردل. ادویه هایی که به گوشت زدیم به سسمون هم میزنیم. حالا خیارشورهای خرد شده رو بهش اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. گوشتمون به 2 قسمت تقسیم میکنیم و همراه با یه بشقاب اونو به فرم دلخواهمون در میاریم. داخل تابه گریل یه کوچولو روغن میریزیم، هر طرف رو به مدت 5 دقیقه گریل میکنیم. میتونین روش هم پنیر گودا هم بذارید. حالا برگر ما آماده است و با هر چیزی که دوست دارید میتونید سروش کنید.